سلام بچه ها، امیدوارم خوب باشید. امروز میخوایم سریع بریم سراغ یه شکل خیلی خیلی مهم که شاید تو ظاهر اولیه‌اش هیچ نکته‌ای توش نباشه، ولی وقتی این شکل رو نگاه میکنین، این شکل صفحه 31 کتاب درسی شماست. وقتی این شکل رو نگاه میکنین به یه سری نکته پی میبرین که توی متن کتاب هیچ اشاره‌ای بهش نشده. یکی این که ما چند نوع ریبوزوم داریم. یه سری از ریبوزوم ها آزاد هستن، یه سری از ریبوزوم ها متصل به شبکه اندوپلاسمی در واقع زبر هستن که اینها میشن دسته دوم ریبوزوم ها. مقصد پروتئین هاشون هم با همدیگه کاملا فرق میکنه. نگاه کنید، دسته اولی که ما اینجا داشتیم یعنی ریبوزوم های آزاد، پروتئین هایی رو که میساختن یا توی سیتوپلاسم بود یا اینکه میرفت توی میتوکندری یا پلاست و یا اینکه از طریق منافذ هسته میرفتن توی هسته به عنوان آنزیم های درون هسته مثل DNA پلیمراز کار میکردن. اما ما یه دسته دیگه از رناتن یا ریبوزوم هم اینجا داریم. یه دسته ای هستن که اندازه کوچکتری دارن و توی راکیزه یا سبزدیسه حضور دارن. یعنی امکان داره پروتئین های دسته اول وارد جایی بشن که دسته دیگه ای از رناتن ها در حال پروتئین سازی هن. یعنی در یک مقصد پروتئین های دو نوع رناتن میتونن وجود داشته باشن. نکته هاش تموم شد؟ نه، یه عالم نکته اینجا هست. نکته بعدی که از همین شکل فقط میشه متوجه شد، نگاه کنید، جدا شدن ویزیکول انتقالی از شبکه اندوپلاسمی زبر هم از کنارشه هم از جلوشه، اما اتصال این ویزیکول ها به دستگاه گلژی رو دقت کنید بچه ها، فقط از کنار داره اتفاق میفته. اما در عین حال جدا شدن ویزیکول ها از گلژی هم از کناره هم از جلو، پس اتصال به گلژیه که فقط از کنار اتفاق میفته. حالا اینجا یه دونه واکوئل شما دارید میبینید. میخوام اینو بهتون بگم، شما سال پیش یه دونه شکل خونده بودید توی قسمت انتهایی کتابتون. شما خوندید که یه دونه دروندانه وجود داره. این دروندانه سلوله هایی که این حاشیه‌اش هستن، این سلوله ها توی واکوئل هاشون ذخیره گلوتن دارن. خب این گلوتن که توی واکوئل وجود داره از کجا آمده توی واکوئل؟ مسیر ساختش چیه؟ مسیر ساختش از طریق این روش دوم و این مسیر دوم یعنی توسط رناتن های متصل به شبکه اندوپلاسمی زبر طی میشه. خب حالا مسیرها رو نمیدونید. اگر مسیرها رو نمیدونید ویدیوی بعدی حتما ما رو دنبال کنید، ویدیوهای بعدی رو هم ببینید.